سلام دوستان، امیدوارم که عالی باشید. ببینید برای دوخت بلیتی شما میاد اولین کاری که میکنه این که خیلی، یعنی روشی که میخوام بهتون بگم خیلی راحته و حتی برای اولین بارم میتونید به راحتی اونو تمیز دوخت بزنید. ببینید اول که میاد پایین آستین تو قسمت مچ، ببینید خط وسط رو پیدا میکنید، یعنی آستین رو قشنگ پهلو رو پهلو میذارید، وسطش رو یه چرت یا با یه صابون مشخص میکنید. حالا این کاری که انجام میدیم باید دو تای آستین رو هم دیگه باشه، یعنی جدا نمیکنید، جدا دو تا آستین با هم این کاری که میگم انجام میدید. وسط که پیدا کردین قسمتی که چاپتر رو بلیتی میخوره، شما میاد از این خط وسط 7 سانت میاد داخل و 10-11 سانت میاد بالا. ببینید کاری که من الان انجام دادم. بعد یه چرت میزنید، چرت نیم سانتی دقیقاً شما از این خط، از این چاک اندازه بزنید و نیم سانت چرت بزنید از دو طرف که ببینید من الان چرت زدم. روی مقوا ببینید یه مستطیل بیرون میارید 4.5 در 15-16 سانت. چاک ما اونجا، من اینجا 10 سانت دادم. حالا برای بلیتیم اینجا میتونید 15 تا 16 سانت بلندیشو در نظر بگیرید و پهناش هم که 4.5 رو خود مقوا. برای نوار بغلیش، یعنی نواری که قسمت کوچیک میخوره، شما میاد یه مقوا بیرون میارید 2.5 در 13-14 سانت. پس ما نیاز به این دوتا مقوا داریم و این سانتی متری که روش زدم. مقوایی که این اندازه بیرون آوردین، حالا رو پارچه شما میاد اینجا 2.5، اینجا 3.5. پس 3.5 پارچه‌ای که بیرون میارید 3.5 در 13-14 سانت و مقوا 2.5 در 13-14. حالا این یه پارچه بیرون میارید 6.5، این که 4.5 در 15-16 بود، این 6.5 در 15-16 سانته. قوا میذارید رو وارونه پارچه‌تون و دقیقاً وسط قرار میدین که هرچی که از این طرف و این طرفش هست یه اندازه باشه. مثلا اگر نیم سانت در نظر گرفتین، هر دو طرف نیم سانت باشه. بعد اتو میزنید. که تاش ببینید اینجا بیرون بیاد. ببینید الان چجوری شد. خب این طرف هم باز همینجور و همچنین اون مقوا کوچیکه. بدون بخارم اتو میزنید. خب ببینید بعد از اینکه اتو زدیم، حالا کامل از وسط تا میکنیم این دو تا نیم سانتی که حالا زاپاس دوختش هست میدیم داخل و یه اتو دیگه میزنیم. ببینید الان دیگه میتونید بخار بهش بدید. دوباره تکه کوچیکه ببینید از وارونه پارچه شما مقوا رو میذارید و اتو میزنید. حالا اینم دوباره از وسط تا میزنید و اتو میکنید. یه حالت نوار اور بیرون میارید. ببینید بچه‌ها این وارونه آستین هستش، حواستون باشه علامت هم زدم. شما میاد این نوار اوریبه میذارید قسمتی که کمتر هست. ببینید این قسمت که کمتر هست و شروع میکنید به دوخت. دقیقاً ببینید اینجا اندازه نیم سانت که تا زدین و اینجا هم که ببینید شما نیم سانت چرت زدید. از پایین به بالا شروع کنید به دوخت. ببینید تا اینجا. حالا من دوخت میزنم. ببینید دقیقاً میذارید لبه چاپ رو شروع میکنید به دوخت زدن. ببینید دقیقاً تا اینجا که خط کشی می‌کنید تا سر چاپ. خب حالا اینا که دوخت زدیم برمیگردونیم روی کار. ببینید برمیگردونیم روی کار، این درجه رو اتو بزنید و این نیم سانتی که داره دوباره تا میکنه اینجا و شروع میکنید به چرخ کردن. اتوش زدم. حالا میاد این طرفش با دسته نیش دوستش میزنم. دقیقاً تا جایی که چرخش کردیم.
این ور دوختون رو ببینید در نظر بگیرید و تا اینجا چرخش کنید. خب حالا این شد دوخت این تیکه کوچیکه. برای این تیکه بزرگه باز این هم همین کار رو انجام میدیم. از وارونه پارچه ببینید از وارونه پارچه بلیتی رو میذاریم و شروع میکنیم به چرخ کردن تا جایی که سر چرته، این جایی که چرته زدیم. خب این هم که چرخش کردیم برمیگردیم روی کار دوباره. ببینید این برمیگرده روی آستین. اینجا ببینید یه اتو میزنید، این درده رو میگید رو به فیلتاپ. رو به فیلتاپ که اتو زدین شروع میکنید به دوخت، یا میتونید قبل از اینکه دوختتون رو بزنید سلش اینجا رو اتو بزنید بعد چرخش کنید. میام چیکار میکنیم؟ میام از اینجا، حالا شما فرض کنید من اتو زدم، این دقیقاً قرار میدم به طرفی که زدم، شروع میکنم به دوخت. اول که اینجا ببینید این چرتی که زدیم رو با یک گرد مشخص کنید. اینجا مشخصش کنید. اینم که ببینید الان دردش زیاده اینجا، میتونید کمترش کنید چون میره زیر بلیطه که ما دیگه نیازی بهش نداریم. تقریبا 1 سانتی بعد از دوخت تکیش بکنید. حالا از اینجا ما شروع میکنیم به دوخت. حالا میخوایم فلشه رو دوخت بزنیم. میایم نگاه دست من کنید، میایم اینجا این کامل این قسمتی که بازه رو کامل تا میزنید. ببینید مثل روزری سه گوش که میکنید میپوشید، ببینید این سه گوش کامل تا میزنید اینجا. حالا این چیزی که اینجا داریم رو از وسط ببینید اینطوری با دست گرم میدارید، اینو از وسط میگیرید و یه تای دیگه این طرف میزنید. ببینید الان این فلشش آماده است، آماده چرخش. شما میتونید برای راحتی کارتون این توش بزنید بعدش چرخش کنید. خب حالا میریم برای دوختش هم با دست گرم میدارید و این رو که مثلثی که دستتون سوزن نگه دارید تو خود پارچه. پایه رو بلند کنید و پارچه رو بچرخونید و شروع کنید به دوختن. هر سزل رو همینجوری تکرار کنید که دوختتون تمیز باشه. چرخ میکنیم تا جایی که خط کشیدیم. ببینید اینجا. حالا دوباره سوزن رو نگه میدارید تو پارچه و پایه رو بلند میکنید و اینجا 2 بار 3 بار چرخ میزنید و همین راحتی یه بلیطه تمیزی دارید.